مسئولین وزارت عدلیه ضمن نشست خبری گفتند همه وزارات اداره ها روزگی دادند که جزا برای آزار جنسی پرزور شود، تصمیمی که یک نوع پاسخ مقامات به طلب جامعه شهروندی گفته می شود. عقیده وزارت اداره ها گوناگون است، از جمله بعضی ایراد و پیشنهادهای وزارت عدلیه نسبت آن جای دارد، ولی بعضی معیارها هم هستند که پرزورکنی جزا را نشان می‌دهند، از جمله وابسته به معیارها وابسته به آزادی جنسی. در این سم پرزورکنی جزا هست که همه وزارت اداره در مجموع دستگیری کردند. ولی در این نشست جزئیات زیاد ندادند و فعلا دقیق نیست که جزا برای آزار جنسی از جمله تجاوز به ناموس چقدر وزنین می شود. مقصد جزا البته طوری که قانون جنایتی معین میکند این اصلاح کردن شخصان معین، شخصانی که صادر کردن جنایت. مقصد اساسی جزا همین است. بحث آزار جنسی به خصوص دست درازی به نابالغان پس از آن داغ شد که هفته گذشته جسد یک دختر نابالغ را پیدا کردند. تخمین زده می شود که رفیده 8 ساله نخست مورد آزار جنسی قرار گرفته بعداً کشته شده است. بعد از این حادثه نمایندگان جامعه شهروندی از رئیس مجلس ملی طلب کردند که جزا برای دست درازی به نابالغان شدیدتر شود. البته با سخت‌تر کردن جزا این مشکل حل نمی شود. تجاوزگران همیشه بودند و میمونند، اما ما میخواستیم اقلا یک حادثه مجازاتی آن را نشان بدهیم تا اینکه در آینده نفری که میخواهد دست به این کار زند اندیشه کند. Будет очень хорошим примером для многих других. حادثه های آزار جنسی یا تجاوز به ناموس زیاد رسانه می شود که در میان آنها دست درازی به نابالغان از سوی جامعه سخت محکوم می شود. ماه ینور امسال هم نمایندگان جامعه شهروندی از پارلمان طلب کردند که مجازات برای بداخلاقی نسبت نابالغان سخت‌تر کرده شود. ناراضگی فعالان از آن بود که دادگاه یک جوان گمانبر به تجاوز دختر 12 ساله را بر اساس قانونی عفو آزاد کرده بود. بعد از یک هفته پارلمان تاجیکستان طرحی را بررسی کرد که افراد گمانبر به بداخلاقی نسبت نابالغان را از حق پدر و مادر محروم می‌کند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.